سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین و سال خوبی رو شروع کرده باشین. من گلناز هستم و این اولین ولاگ من هستش که براتون میگیرم. لطفا نزن جلو وایسا، میخوام باهات کلی حرف بزنم که قراره ما تو این کانال با هم دیگه خیلی چیزا رو یاد بگیریم، هم من از شما هم شما از من. و این ویدیو اولین ولاگ منه که حالا احتیاج به حمایت شما هم دارم که خیلی ویدیوهای دیگه بتونم بگیرم. محتوایی یکم متفاوت حالا ممکنه باشه و هم راجع به فعالیتایی که در روزایی که انجام میدم یا میتونم از سفرهایی که امیدوارم در آینده برم براتون کلی ولاگ بذارم و این ولاگ وگاس هستش. خب عزیزان، اینجا لابی هتلمونه، همونجور که میبینید اسلاید ماشینایی هستش که میتونیم بریم اونجا حالا بازی کنیم و هتل‌های دیگه هم به همین صورته که توی لابی‌هاشون حالا ویدیوشون رو گذاشتم و میبینیم جلوتر که این سمت راست هم ویدیویی که گذاشتم ویدیوی بازی هستش که خودم انجام میدم. بازی بوفالو بود که خیلی دوست داشتم این بازی رو و اصلا بیشتر منو به خودش جلب کرد که بیشتریان حتی همین بازی رو انجام میدادن و خیلی بازی میکردن. خب من میخوام یه سری توضیحات راجع به لاس وگاس یا همون وگاسی که ساده ترش هستش بهتون بگم. یکی از پرجمعیت ترین شهرهایی توی ایالت نوادا است که 25مین شهر از خود آمریکا هم حساب میشه، به خاطر حالا همون قمار و خرید و غذاخوری و سرگرمی‌ها و زندگی شبانه‌ای که داره. و این هتلایی که میبینید همش بیشتریاشون به هم دیگه راه دارن و همشون توی لابیاشون میتونید این دستگاه‌ها رو ببینید و حتی یه قسمتی واسه حالا پوکر گذاشته شده و میزایی واسه بازی‌های مختلف دیگه که حالا من خودم شخصا هم بعضیاشون رو بلد نبودم، حالا بلک جک و پوکر و رولت و اینا بودش. و یه خیابون اصلی داره، کلا میتونم بهتون بگم وگاس شاید یه خیابون اصلی داره که همین خیابونی هستش که دارید میبینید که حالا هتلایی که اونجا بود واسه من جالب بود. یکیشون نیویورک بود، یکیشون ونیز بود، یکیشون مثلا هتل پاریس هستش که فوق العاده قشنگه که الان دارید میبینید. گفتم که این خیابون فقط همین یه دونه خیابون اصلی بود، حالا چرا توی داونتاونش هم داره و این از همه بهتر بود و شلوغ‌تر بود که هتل اطرافش قرار دارن، هم سمت راست هم سمت چپ هتل میبینید. حالا مرکز خرید جلوتر میبینیم، غذاخوری‌های مختلف هست. تو هتل‌های دیگه حتی میتونید برید بازی کنید و مشکلی نداره، هم دیدن میکنید از هتل‌ها، همین که میتونید راحت بازی کنید. خب این هتلی که میبینید تقریبا یه جورایی شبیه به نیویورک ساخته شده. اسم هتل هم نیویورک بود و
من واقعا دوستش داشتم به خاطر این خونه ها و این سبکی که گذاشته بود. دیگه کار میکنه که من دیگه هزینه نیویورک نکنم، نیویورک نرم و همینی که دیدم برام کافی باشه. واقعا قشنگ بود.
یکی دیگه از خیابونایی که خیلی واسم جالب بود این بود که سمت داونتاون، یعنی به غیر از اون خیابونی که بهتون گفتم، این خیابونا خیلی باحال بود و اینم بهتون میگم سال 1930 برای لاس وگاس خیلی سال خوبی بود، چون که نوادا اعلام کرد که قمار آزاده و دیگه این شد که این شهر به این رونق رسید. خب عزیزان، این ولاگ وگاس من بود و اولین ولاگم بود. اگه نظری، پیشنهادی، چیزی دارین خیلی خوشحال میشم که توی